سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال خودتون. توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به داستان زندگی ولادیمیر پوتین از زمان بچگی تا الان. پس لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ این ویدیو. ولادیمیر پوتین در تاریخ 7 اکتبر 1952 در لنینگراد سن پترزبورگ امروزه به دنیا آمد. کوچکترین فرزند از سه فرزند ولادیمیر اسپیریدونوویچ پوتین، ماریا ایوانووا پوتین است. اسپیریدون پوتین پدربزرگ ولادیمیر آشپز شخصی ولادیمیر لین و جوزف استالین بود. تولد پوتین قبل از مرگ دو برادر آن به نام ویکتور و آلبرت بود که اواسط دهه 1930 میلادی متولد شده بودند. مادر پوتین کارگر کارخانه بود و پدرش در نیروی دریایی شوروی خدمت وظیفه عمومی کرد. پدرش اوایل دهه 1930 میلادی طی وظیفه عمومی خود در دسته زیردریایی خدمت کرد و در اوایل جنگ جهانی دوم پدرش در گردان تخریب انکایویدی بود. در 1 سپتامبر 1960 میلادی پوتین شروع به تحصیل در مدرسه شمالی 193 در باسکوفین نزدیک به خانه‌شان کرد. در سن 12 سالگی شروع به تمرین سامبو و جودو کرد. پوتین حقوق را طی سال 1970 میلادی در دانشگاه دولتی لنینگراد که به نام آن دریجه‌دانف نامگذاری شده بود که اکنون نام آن دانشگاه دولتی سن پترزبورگ است مطالعه کرد. حرفه در سازمان کاگبه. در سال 1975 میلادی پوتین به کاگبه پیوست و در 401 مین مدرسه کاگبه در اختیار لنینگراد آموزش دید. او پس از تعلیم دیدن در آن مدرسه قبل از اینکه به اولین اداره ارشد منتقل شود در دومین اداره ارشد یعنی ضد اطلاعات کار کرد، جایی که خارجیان و مقامات کنسولی را در لنینگراد رصد نمود و در سپتامبر 1984 میلادی پوتین را به مسکو فرستادند تا در مدرسه پرچم قرمز یوری آندروپوف آموزش ببیند و در سالهای 1985 تا 1990 در آلمان شرقی با یک هویت پوششی به عنوان مترجم خدمت کرد. این دوره از حرفه او غالباً غیر شفاف بود. فعالیت‌های پوتین در حوزه سیاسی. شماره 1 از سال 1990 تا سال 1996 در اداره سن پترزبورگ. شماره 2 از سال 1996 تا سال 1999 اولین دوره حرفه‌ای در مسکو. شماره 3 سال 1999 نخست وزیری. شماره 4 از سال 1999 تا سال 2000 رئیس جمهور کنشگر و شماره 5 از سال 2000 تا 2004 اولین دوره ریاست جمهوری، سال 2004 تا 2008 دومین دوره ریاست جمهوری و از سال 2012 تا کنون سومین دوره ریاست جمهوری او بوده است. این بود داستان پوتین از بچگی تا الان. اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید.